زرنگبازی دشمن اعتباره. یکی از خطرناکترین باورهایی که طبقه متوسط رو فقیر نگه میداره اینه که فکر میکنن برای ثروتمند شدن باید زرنگتر بشن. اما واقعیت چیز دیگه ایه. آدمای موفق کمتر از همه زرنگبازی میکنن. چرا؟ چون زرنگی روی بردن یه معامله تمرکز داره، اما هوش روی ساختن 100 معامله بعدی. آدمای زرنگ از هر رابطه دنبال منفعتن، اما آدمای باهوش رابطه‌ای میسازن که سالها براشون فرصت خلق میکنه. زرنگ ها دنبال اثبات خودشون هستن، ولی آدمای باهوش دنبال ساختن اعتبار. قدرت واقعی از زرنگتر بودن نمیاد، از قابل اعتماد تر بودن میاد. زرنگی شاید چند برد کوتاه برات بسازه، اما اعتماد، اعتبار و شبکه‌ای که میسازی همون چیزی که ثروت پایدار رو خلق میکنه.